سلام، امروز اومدم با یه تفنگ نوستالژی وسترن در خدمتتون باشم. تفنگ وینچستر مدل 94. این تفنگ توی سال 1894 توسط جان برونینگ طراحی شد. این تفنگ اولین بار توی کالیبر 30 ارائه شد. کالیبری که امروز ما این تفنگو داریم کالیبر 4440 وینچستره. این تفنگ برای یادواره 100مین سال جنگ لیدل بیگ هورن ساخته شد. توی سال 1976 این تفنگو ساختن که خب من در رابطه با اون جنگ لیدل بیگ هورن که بین سرخپوستا و یاکوتاها و سوار نظام آمریکا رخ داده بود توی کانال یوتیوبم کامل توضیح میدم و تاریخچه این تفنگو به صورت کامل براتون توی اونجا توضیح میدم. بریم تفنگو یکم با مکانیزمش آشنا بشیم. این تفنگی هم که تو دست من میبینید تا حالا با شلیک نشده. تفنگ خیلی قدیمیه، جزو تفنگای آنتیک هستش و این شلیک نشدنش باعث شده که این تفنگ آنتیکی باشه. یه دونه دیگه عین همین تفنگو من پایین دارم که میخوام بهتون نشون بدم. از مکانیزم لیور اکشن استفاده میشه برای این تفنگ. مکانیزم خیلی محبوب بین سرخپوستای آمریکایی. یه زینبند سمت چپش داریم، کپ و توقهای طلایی رنگ یا گلدن داریم و از سیستم شکاف درجه و مگسک استفاده شده توی این تفنگمون. با یه لوله 20 اینچی ارائه شده و بین 9 تا 13 تا فشنگ توی این تفنگمون ما میتونیم لود کنیم که نسبت به طول لوله به خاطر اون کارتریج که زیرش هست بین 9 تا 13 این عدد متغیره. فشنگ این تفنگ هم من بهتون نشون بدم. توی باکس این تفنگ یک جعبه کلکسیونی فشنگش هم هست. این هم فشنگ این تفنگ توی گرین 200 هستش. امیدوارم لذت برده باشین از این ویدیو. بیاین این تفنگ رو از نزدیک ببینین و با جزئیات و ظرافت‌های این تفنگ عتیقه بیشتر آشنا بشین و لذت ببرین.